و دعاگوی اون هستیم که خداوند خوردن آب زمزم، همانجا آب زمزم فرستاد، خوردن آب زمزم رو در این روز جمعه من روپروی مکه دعاگو هستم که مسجد الحرام دعاگوی اون هستم که خداوند همه شما را نصیب خوردن آب زمزم گرداند. خیلی که میگن در آخرت تنها انمی آب زمزمی که شما در این دنیا خورده همون میتواند که همین آب میتواند که در آخرت تشنگی شما را شکند. خداوند نصیب خوردن آب زمزم تون کنه همتون در این روز جمعه. بسم الله الرحمن الرحیم. بخون دفتر ما میشه که ماشاءالله زمزم کردی دستار بسم الله الرحمن بعضی اوقات دقیقه گپای بو هم کامپیوتر را نگیرنده بشه. برادران عزیز کدامی که در اومد افیرم قدلی تکنه تا که دیگه برادران ببینن. باز یک برادر از خود تاویلداره از درون معارف بود یا اینکه مکتب تاویلداره زنگ زد که برادر یک بار چند روز زنگ زد، یک بار زنگ زد که ما خدا نصیب میکنه اولو بعدن یک بار با هم ویدیو خطیه با ببینیم. باز من خودم پدیلی تکنم شما هم پدیلی تکنیم. یک دقیقه میچسبه خاطر نباشه. مکان یا اینه جای بچه هم اصلا یکی صف میشه در رو میخواد تموم ساعت 10 ساعت 10 سر میشه بچه انشالله رفتیم خواهیم خیلی میریم یک روی فرم میگرده میریم اونجا میز انشالله. چی گفتی؟ میبینیم که مجده قلایه برای که شاید که امام بیاید بله در همون جا بسید شاید در این طرف یکی در اون طرف معلومه خیلی مبارد بود امید داریم که در این طرف صور دوپر دیدم در او حضرت شاه میگه که با پیش مونگزه مختوم